با این آموزش حرفه‌ای دیگه خمیر پیتزا تو از بیرون نمیخری. شکر رو مخمر رو به آبون اضافه میکنیم. این نکته خیلی مهمه، حتما یاد بگیرید. بعد نمک هم به آرد اضافه میکنیم. روغن زیتون هم بهش اضافه میکنیم. همه مواد رو با آب قشنگ مخلوط میکنیم تا کاملا حل بشه. دمای آب فرق داره استاد؟ من از آب دمای محیط استفاده کردم. توی چند مرحله آردو به موادمون اضافه میکنیم؟ منم حسابی اینو با دست هم میزنم چون میخوام تو خونم شما بتونید با دست درستش بکنید. استاد چرا اینقدر خمیر به دستتون چسبیده؟ خب یکی از راهایی که ما تشخیص میدیم خمیر ما آماده است، بعد از آماده شدن دیگه به دستت نمیچسبن. خمیر که به این حد رسید میارم رو میز کار. این آموزش 100 میلیون قیمت داره، ذخیرش کن. استاد چند دقیقه باید ورز بدیم؟ زمان بده، خسته شدیم. خمیرگیری زمان و دقیقه نداره. خب خمیرون هم که آماده شد آقا سجاد. استاد از کجا بدونیم؟ دیگه دست به خمیر نمیچسبه. روی خمیر صاف میشه مثل شیشه. خمیر نرم میشه، یه مقدارم گرم میشه، یه مقدارم سفید میشه. حالا مقداری من روغن زیتونم بهش اضافه میکنم و قشنگ روی خمیرمو چرب میکنم. میره برای نیم ساعت استراحت. این آموزش هم رستورانی بود هم خونگی. میتونی 5 تا پیتزای رستورانی باش درست کنی و لذتشو ببری. رسیپیش هم تو کپشن دقیق براتون مینویسیم. خیلی مخلصی.